الرئيس الإيراني بقى في فيديو جديد، احنا كلمناكم، مسعود بزشكيان قال نصا: سندفع الأعداء نحو اليأس بتدمير القواعد والقدرات. تعالوا نسمع ونشوف عندما ظهر مسعود بزشكيان ماذا صرح وماذا قال. مقام معظم رهبری به دست اسرائیل و آمریکای جنایتکار فاجعه بزرگی برای کشور ما بود، ولی همانجوری که در قرآن خداوند می‌فرمایند که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب فلن یضر الله شیئا. پیامبران و رهبران جامعه آمدند که بیداری رو و آزادگی رو و حق رو و عدالت رو پیام رسان مردم کشور و مردم دنیا باشند و با رفتن اینها این مسیر قطعاً بی‌رهرو نخواهد ماند و آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرفکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار در گذشته این شهید بزرگوار هستند، با حضورشون و با در میدان بودنشون در مساجد و در خیابانها نقشه های شوم دشمنان رو باید دست به دست هم بدیم و نقشه برآب بکنیم و بر اساس 111 قانون اساسی امروز شورای موقت رهبری کار خودش رو شروع کرده و به حول قوه خدا با قدرت مسیر امام رو و مسیر رهبر عزیز رو و مسیر تمام حق طلبان دنیا رو با قدرت ادامه خواهیم داد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برهم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود. دعا کنید که خداوند ما رو شرمنده همه عزیزان کشورمون نکنه و بتونیم رهروان درستکاری برای مسیر حق و عدالت باشیم و مجددا در گذشته رهبر اعظم انقلاب رو که شهادتی است بعد از سالهای طولانی مجاهدت، تلاش و فداکاری و بیداری و جنگ با ستمکاران، خداوند روح این بزرگوار رو شاد و رهروانش رو پاینده و سربلند نگه دارد. با امید پیروزی مسلمین بر کفار. طيب إذا دي كانت كلمة مسعود بزشكيان في أول ظهور له بعد هذه الضربة. مش بس مسعود بزشكيان هو اللي اتكلم، ولكن أيضا الحرس الثوري، وده نقطة مهمة جدا في إيران. الحرس الثوري ماذا صرح وماذا قال؟ تحديدا تحدث عن أن إيران لن تركع أمام الأعداء وستواصل الرد بكل القوة وبمنتهى الصلابة. تعالوا نشوف مع بعض هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دشمن آخرین تیر خود را هم رها کرد. آنها تصور داشتند با حذف رهبر معظم انقلاب اسلامی می توانند روح یک ملت را زخمی کنند، اما نفهمیدند که خون ریخته شده خاک این سرزمین را حاصل خیزتر می کند و نهالهای بیشتری از مقاومت در آن خواهد رویید. ترور برای آنان نشانه قدرت نبود، اعتراف به ضعف بود. آنها دست به ترور زدند چون دیگر هیچ راهی برای ایستادن در برابر عظمت ایران تحت رهبری مقتدایمان نداشتند. دشمن با ترور و خشونت آمد و گمان کرد می تواند اراده یک ملت را هدف بگیرد، اما آنان که تاریخ ایران را نمی شناسند باید بدانند. إيران بدأت تعلن أيضا عن أهداف جديدة وضرب وبقوة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، وبدأ يسمع دوي انفجارات في طهران. أهو إيران أعلنت شن هجمات جديدة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية ودوي انفجار بطهران. قالوا إن سلاح الجو قام بقصف قواعد أمريكية في الخليج وكردستان العراق في عملية على مراحل هيتم تنفيذها. في نفس الوقت في انفجارات حصلت في مناطق بشرق وشمال طهران، وتم مشاهدة من خلال الكاميرات والمتابعين دخان بدأ يخرج من كذا مكان ومن غير تعليق رسمي فوري من السلطات الإيرانية.